السلام علیکم پسر عزیزم محمدی انصاری. من مینداری خود را به شما بیان میکنم از طرف خلق مسلمان تاجیک. خداوند شما را در صف جوانان نگه بداره، عمری درازی به برکت بده. خداوند پاک و پروردگار شما را زبانتان براتر گرداند. پروردگار درای حقی گپ میزنن، حقی گپ همه آدمای حق گپ زنن، خدا صفشون از یاد بگردونه. پروردگار خیلی که شما همه خیلی خلق ما را دستگیری میکنین، خداوند دستی شما را خودش بگیره. پروردگار شما را خودش، پروردگار زبانتون براتر گرداند. پروردگار در همه دین اسلام با مستحکم ترتون بسازه و خداوند چه مراد مقصدی داری پروردگار به مراد مقصدت برساند. خداوند هرگز خارت نکند، در دین اسلام استحکامت کنه. آمین بی رحمت که ارحم راحمین. صفی همه جوانای مو که اینقدر برای مو غمخوری کرده سن برآمد و کده سن، پروردگار هم یارا زیاد کنی، هم یارا پروردگار زبانشون برا بگردانی. در صف جوانا خدا نگهبانشون شوی. پروردگار امری درازی به برکتشون بدی. چی مراد مقصد خداوند همیو در دلشون دارن، خداوند به مراد مقصدشون برسونیشون، زبانشون برا بگردانی. پروردگار درای حق دایم استوارشون بگردانی. آمین بی رحمت که ارحم راحمین.